یه رفیقی داری که هر چیزی که بهش میگی به اصطلاح نخود تو دهنش خیس نمیخوره، میره به بقیه میگه. تو این ویدیو با من همراه باش، میخوام یه اصطلاح خیلی کاربردی و باحال که خیلی دوستش دارم بهت یاد بدم، تاریخچه‌ش هم بهت میگم که تو این مواقع استفاده کنی، به بقیه بگی بابا این راز منو فاش نکن، نذار این رازمون فاش بشه، نذار این داستانو کسی بفهمه. با من همراه باش، تاریخچه‌ش هم بهت میگم که تو ذهنت حسابی حک بشه. تاریخچه این داستان برمیگرده به قرون وسطا. اون موقع که مردم میخواستن برن مرغ و خروس و اردک و خوکشون رو بفروشن، این زبون بسته ها رو میکردن توی کیسه میبردن بازار. حالا این وسط یه مش آدم بیشور که فوش نیست سانسور میکنی، به جای اینکه اردک و خروس و اینا رو بذارن توش گربه میذاشتن. گربه هم خب بی ارزش بوده، در واقع کلا میذاشتن سر اون بدبخت خریدار. خریدارم این کیسه رو با ذوق میبرد خونه، در کیسه رو باز میکنه، این گربه میامد بیرون، در واقع اجازه میدادین گربه از کیسه بیاد بیرون. حالا این اتفاق اومد توی زبان انگلیسی شد یه اصطلاحی به نام let the cat out of the bag، یعنی اجازه بده گربه از کیسه بیاد بیرون. خب البته نباید اینجوری معنیش بکنیم، چون این کلا خودش یه اصطلاحه. مثلا اگه بخواید به این نفر بگید که نزار رازمون فاش بشه، یا اینکه این داستانو لو نده، میگی do not let the cat out of the bag. حالا شما برای من یک مثال بنویسید، به اون دوست اول فیلم بود بگو که تو رو خدا، به جای تو رو خدا میتونی بگی I beg you، تو رو خدا راز منو فاش نکن، تو رو خدا این قضیه رو لو نده. امیدوارم اصطلاح براتون کاربردی باشه، یادش گرفته باشین و ازش استفاده بکنید. همین دیگه، خیلی مخلصم.